آیا از تنهایی خود خسته شده ای؟ آیا به دنبال نیمه گم شده خود میگردید؟ نه من درس بخونم یه صفحش حالا مونده. ناز نکن. پاشو برو تو این سایت نیمه گم شده تو پیدا کن. خیلی خوب، حالا که تو اصرار میکنی چشم، الان میرم توش پیدا میکنی. حالا خوبه میخواستی ادامه تحصیل بدی، خب بزن www.همسری-کشکل-فرار-کرده-ز-دستم.com. خب اسم تو بزن، سنتم که 70 ولی خب همچین 20 به نظر میرسم، بزن 20. وای نه نیمه گم شدم و پیدا کردم. ببین کی اومد، یه پارچه آقا خارج رفتم از به اونم از تو خوشش اومده، لطفش گله. نگاه نکن. ببین چه تومه‌ای برات جور کردم، یه سری چیز میز بزنم چون علاقه مندش باش الان میزنم. برو اون بر نگاه نکن، برای سن تو مناسب نیست. برو بیا علاقه من. خب ببین بزن، اتفاقا منم به زودی دارم میام ایران. منم تو ایران منتظرتم. یک هفته بعد. وای هانیمه. های هانی چطوری؟ هاواریو چطوری گلم؟ میگم که میام. من فرودگاهم، پول ندارم، یعنی دارم ولی پولم خارجکیه. تاکسی ها اینجا پول خارجکی قبول نمیکنن. برام پول بریز که برام اومدم پیشت پول خارجی بدم. باشه نه ببین حالا من بر شما کارت به کارت بکنم گلم. شماره کارتت بفرست. از فرودگاه با بیارتی بیاد 250، از اونجا تا اینجا با مترو بیاد میشه 450، یه اتوبوس هم سوارشه بیاد کلن میشه 950 تومن. خب حالا من 1000 براش میریزم نگر عروس خسیس بود. آخ جون پیامک مانیزی. ببین چقدر نگاه کن. 40 میلیون. 102 میلیون از فرودگاه بده ببینم چی میگی خالی مغز. بیا این که شماره حسابته 1000 تومن. اینم زن بود تو گرفتی، خسته نباشی. قضیه رو ناموسی نکنم. نه قضیه رو ناموسی نکن. برو سراغ نفر بعدی، به اون بگو چکمون داره برگشت میخوره، حداقل یکم پول بیشتر واریز کنه. ایوان نصف شب تو چرا این گوشی رو جواب نمیده؟ کم کم داره نگرانیم برطرف بشه. نکنه با احساسات من بازی کرده، نکنه کلا گذاشته زنم. الان میرم تو سایت پلیس فتا، چی بود؟ www.cyberpolice.ir. برم تو بخش فوریت‌های سایبری، ثبت گزارش‌های مردمی. الان گزارشتون رو میدم، حالا میفهمین که فتا حواسش به همه چی هست. پلیس فتا، سایه‌سار امنیت در فضای مجازی.